سلام، سجادی هستم، مدرس نرم افزارهای گرافیکی با آموزش‌های وزین مدرسه گرافیک در خدمت شما هستیم. سلام، سجادی هستم از مدرسه گرافیک با تکنیک‌های پنهان در نرم افزار الستراتور در خدمت شما هستم. ادوبی عادت داره ساختارهای محیط ابزارش رو دارای یک سری ویژگی‌های پنهان بکنه تا یک سری افراد رو همیشه برتری بده به گروه دیگه توی استفاده از این نرم افزارها. ما توی این مجموعه سعی کردیم بعضی از این فضاهای پنهان رو هم به شما بگیم و شما برای اون کارتون بتونید از این ابزارهای پنهان کمک بکنید و به یک ساختار کاملا جدید برسید. اگر من یک سطح ساده رو، یک خط خیلی ساده رو اینجا بخوام بهش ریتم تکرار بدم، ساده ترین کار آلت و کلید کنترل دی است و یا استفاده از ساختارهای پترن و تعریف ویژگی های اون بر روی خط یا بر روی ساختار فیل. اما توی این نرم افزار به شما این قابلیت داده شده که بتونید آبجکت های مختلف رو با استفاده از یک کلید میانبر خیلی ساده تبدیل بکنید به ساختارهای جیومتریک. اگر من از صفحه کیبوردم علامت پ فارسی و یا فرم شبیه به آی باکولا رو در زیر کلید اسکیپ فشار بدم و نگهش دارم، موقع حرکت دادن این ساختار شما یه ریتم جالبی خواهید گرفت که ما اصطلاحاً به این فرم ها و این فضاها میگیم ساختارهای ژئومتریک. این ساختارها با استفاده از فضاهای مختلف ویژگی های متفاوتی رو هم میسازند. یعنی من این قابلیت رو دارم که ریتم تکرار رو در داخل دل اون کار طراحیم با فضاها و فرم‌های مختلفی تکرار بکنم و به یک سطح یا یک ساختار ژئومتریک کاملا متفاوت برسم. این تکنیک کمکتون میکنه که برای بعضی از ساختارهای طراحی و فرم‌های آبجکتی بتونید طرح‌های جالبی رو با هم ترکیب بکنید و ساختارهای متفاوتی رو در دل کار به وجود بیارید. تأکید میکنم که حتما ساختار طراحیتون باید فرم‌هایی باشه که در داخل نرم افزار الستراتور تعریف شده و هر کدوم از اینا قابلیت تفکیک دارن. یعنی یک فرم جداگانه هستن که فضای متفاوتی رو تعریف میکنن. اگر یک فرم مستطیل شکل داشته باشم و ابزار مد رو بگیرم و کلید اسپیس رو فشار بدم، شما میبینید که اون ریتم تکرار شونده به سادگی در این محیط قابل تعریف. یعنی من خیلی ساده با ترکیب این ابزار به فضاها و ساختارهای کاملا متفاوتی میرسم که در محیط طراحی میتونه شکل‌های کاملا متفاوتی رو ایجاد بکنه جهت رسیدن به یک تکنیک خاص و یک فرم خاص.